سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. میخوام چند تا ذکر کارساز بهتون بگم که اگر این ذکرها رو بگی خیلی سبک میشی. مشکل داری؟ مشکلت حل میشه با این ذکرها. شبها بعد از نماز مغرب سوره واقعه رو بخون. میدونی چرا؟ برای اینکه رزق و روزیت فراوون بشه، برای اینکه درآمدت بالا بره، دست پیش کسی دراز نکنی، محتاج کسی نباشی، محتاج بازوهای خودت باشی. برای جذب ثروت و برکت و فراوانی هم میشه سوره واقعه رو خوند، هم روزی 100 مرتبه بگی یا رزاق، یا فتا، یا وهاب. با همسرت مشکل داری؟ جر و بحث دارین، دعوا دارین، به حرف همدیگه گوش نمیدین، همیشه با هم قهرین، با هم لجین. میدونین چرا؟ چون چشم خوردین. کافیه یه دونه تخم مرغ برداری بذاری تو مشما فریزر، یک کم اسپند، یک کم هم نمک بریزی توش، 7 مرتبه بچرخونی دور سرت، محکم بندازی زیر پات. یعنی این که از چشم نظر دور. برای این که کار گیرت بیاد، از بیکاری نجات پیدا کنی، کافیه از خواب که بیدار میشی 100 مرتبه بگی یا رزاق، 100 مرتبه بگی یا وکیل، 100 مرتبه بگی یا رزاق. اگر احساس کردی تو چشمی خواهی میکنی نمیشه، خودت عادت بده به 4 قول. کافیه صبح که از خواب بیدار میشی 4 قولو بخونی و شب هم که داری میخوابی 4 قولو بخون و معجزه‌شو ببین. دوستان من اینا رو تجربه کردم، دارم بهتون میگم خیلی گره گشاست، خیلی مشکل گشاست. اگر مریض داری، چند وقت افتاده تو بستر بیماری، حالت بده وقتی میبینیش، ناراحتی وقتی میبینیش، کافیه براش 70 مرتبه سوره حمدو بخونی، 70 مرتبه سوره مسدو بخونی و 2 رکعتم نماز حضرت زینب رو براش بخون و از خانم حضرت زینب شفاشو بخوا. بگو یا خانم حضرت زینب شفای مریضمو بده، من دخیلم. هر روز که بیدار میشی فضای خونتو با بسم الله پر کن. کافیه 11 مرتبه بگی بسم الله. نمیخواد بگی بسم الله الرحمن الرحیم، فقط بگو بسم الله و کار روزمرگی تو شروع کن. و اگه میخوای بری بیرون برای خرید، 1 بار آیت الکرسی رو بخون و فوت کن به خودت. اگر قسط و بدهی داری، خیلی گرفتاری، دست بالت گرفته است، نمیتونی قرضت بدی، روزی 11 مرتبه سوره ضحی رو بخون و معجزه‌شو ببین. اگر چیزی گم کردی تو خونه، مثل کارت، مثل طلا، مثل کارت ملی، مثل پول، مثل کلید، یه جا گذاشتی یادت نیست، تو خونه یه جا گذاشتی یادت نیست، کافیه 100 مرتبه بگی یا دلیل متحیرین، یا دلیل متحیرین و 100 مرتبه بگی الله نور ناظر. دوستان به 5 دقیقه نکشیده پیدا میشه. و برای رفع سنگینی هر روز صدقه بده، حتی شده 1 دونه نون، حتی شده 1 دونه نمک. و گرفتاری و بلایا رو از خونه دور کن.
بعضی دوستان میگن بچه هامون اذیتمون میکنه، حرفمون گوش نمیده، هر کاری میکنیم به حرفمون گوش نمیده. تو پست بعدی براتون توضیح میدم چیکار کنین که بچه هاتون گوش به فرمان شما باشن، حرفتون رو گوش کنن، هر چی شما بگن چشم. پست بعدی اگر میخوای ذکرهای قرآنی و طلایی رو یاد بگیری، کافیه چنل یوتیوب منو فالو کنی. روزت خوش، به امید دیدار.